پرونده مبلغی خطرناک داعش را در دوشنبه محاکمه می‌کنند. نشست شورای رهبران نهادهای اکتشافی مالیوی اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه برگزار شد. وزارت کارهای داخلی روسیه پیشنهاد کرد که ایزی انگشتان خارجیان در سرحد این کشور گرفته شوند. در کراسنودار یک مرد چند نفر را پرانده کشت. زخمی‌ها نیز زیادند. محاکمه پرونده پرویز سیدرحمانوف مبلغ داعش و مشهور با لقب ابوداوود آغاز شد. او را یک ماه پیش از ترکیه به دوشنبه آورده بودند. ابوداوود در چندین عمل تروریستی در تاجیکستان، روسیه و شویتسیا گمانبر است. اینترپول یا پلیس بین المللی نیز با درخواست روسیه او را میکافت. به اطلاع رادیوی آزادی، پرویز سیدرحمانوف 35 ساله به تروریسم و آدمکشی، گروگانگیری، جلب و اشتراک در جنگ‌های خارجی، تشکیل و رهبری سازمان تروریستی گمانبر میباشد. اتهامی که در صورت اثبات شدنش از 25 سال زندان تا حبس ابد را در نظر دارد. همراه پرویز سیدرحمانوف همسرش مدینه بندرینکو شهروند روسیه و 4 فرزندش به تاجیکستان آورده شده‌اند. مقامات تاجیکستان ابوداوود را از تبلیغگران خطرناک داعش می‌دانستند که به اطلاع آنها ده‌ها جوانان را به جنگ سوریه و عراق برده است. نزدیکانش میگویند او سال 2014 از روسیه به صف داعش در عراق پیوست و پس از شکست خلافت خودخوانده داعش به ترکیه گریخت و در آنجا بازداشت شد. گفته می شود تاجیکستان از سال 2019 4 بار برای استرداد او به ترکیه درخواست فرستاد، ولی انکره پاسخ نمیداد. استرداد او پس از سفر وزیر امور داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده به ترکیه در ماه ایول امسال امکان پذیر شده است. نشست 21 شورای رهبران نهادهای اکتشافی مالیوی اتحاد دولت‌های مستقل تحت سرپرستی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد. در این نشست مشترک نمایندگان نهادهای اکتشافی مالی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند. در نشست نتیجه‌های فعالیت شورای رهبران نهادهای اکتشافی مالیوی کشورهای عضو را در طول 10 سال اخیر بررسی کردند. همچنین شرکت کنندگان این جلسه طرح نقشه فعالیت این شورا برای سال 2023 را نیز بررسی کردند. قابل ذکر است که تصمیم درباره تأسیس شورای رهبران نهادهای اطلاعاتی مالیوی اتحاد دولت‌های مستقل در نشست سران این سازمان روز 5 دکامبر سال 2012 در اشخابات گرفته شده بود. ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان عضو این شورا میباشند. هدف استراتژی از تأسیس این شورا تامین حفظ شهروندان، جامعه و کشورهای عضو از تهدیدهای قانونی گردانی درآمدهای جنایتی و دستگیری مالیوی تروریسم میباشد. وزارت کارهای داخلی روسیه پیشنهاد کرد که ایزی انگشتان خارجیان در درآمدگاه این کشور گرفته شوند. حالا این ترتیب در واحدهای حدودی خدمات مهاجرت صورت میگیرد. گفته می شود در سال جاری تقریباً از 3 میلیون نفر خارجیان در روسیه ایزی انگشت گرفته‌اند. تغییرات به قانون درباره ایزی انگشتان در روسیه آخر سال گذشته وارد شده بود. طبق آن مهلت ثبت ایزی انگشتان خارجیان از هدف ورود آنها وابسته است. اگر شخص زیاده از 90 روز را در روسیه نه به مسئله‌های تجارتی صرف کند، پس او باید نه دیرتر از 90 روز از روز وارد شدن ایزی انگشت سپارد. مهاجران کاری باید در دوام 3 روز ایزی انگشت خود را پیشنهاد کنند. در کریمسک قلمرو کراسنودار روسیه یک مرد چند نفر را پرانده است. در این باره ریا نووستی با استناد به مقامات حفظ حقوق ولایت کراسنودار خبر داد. به اطلاع منبع در پی این حادثه 2 نفر به هلاکت رسیده. معلومات درباره قربانیان و زخمی شدگان مشخص کرده می شود. قبلا دادستانی ولایت کراسنودار از تیرپرانی در نزد مرکز سودای سلاویانسکی کریمسک خبر داده بود. شخصی که آتش کشاد تا حال شناسایی نشده است. همچنین خبر داده می شود که در جای حادثه مفتشان کمیته تفتیشاتی منطقوی کار می کنند. آنها تلاش دارند حالتهای رویداد و انگیزه‌های جنایت را معین کنند.